سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. اگه علاقه به داستانهای ترسناک و جنایی دارین، کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. زوجی که سر دخترشون رو بریدن و خوردن. ساعت حدوداً 5 عصر بود. یه صدای خیلی وحشتناکی شنیدیم. هممون داشتیم چرت بعد از ظهر رو میزدیم که صدا اومد. دویدیم تو کوچه. صدا از خونه روبرومون بود. اینقدر صدای جیغا وحشتناک بود که احساس میکردم طرف الانه که گلوش پارشه. همه همسایه ها اومده بودن بیرون و کسی جرئت نمیکرد که در بزنه. زنگ زدم پلیس. تا پلیس برسه 15 دقیقه طول کشید. تو این 15 دقیقه یه لحظه هم ساکت نشدن زن و شوهر. تازه خونه روبرویی اجاره کرده بودن. یه زن و شوهر حدوداً 35 یا 38 ساله می شدن که یه دختر بچه خیلی زیبا هم داشتن. پلیس وقتی رسید کلی زنگ در خونه رو زدن، اما کسی در رو باز نکرد. به کمک چند تا از همسایه‌ها در رو شکوندن و وارد شدن. چیزی که متوجه شدیم هممون تو شوک خیلی بدی قرار گرفتیم. حتی نمیتونستیم یک کلمه حرف بزنیم ازش. زن و شوهر سر دختر بچه‌شون که 2 ساله بود و بریده بودن و داخل قابلمه پخته بودن و خورده بودن. و اما دوتاشون مثل دیوونه ها فقط جیغ می زدن. زن و شوهر رو به کلانتری بردن. پلیسا ریختن تو کوچمون، از همه بازجویی می کردن. تا اینکه خبر رسید زن همسایه این شکلی اعتراف کرده که با شوهرم تازه شروع کرده بودیم به شیشه کشیدن. دخترم که همش 2 سالش شده بود و شیرین زبونیاش تازه شروع شده بود و خوابوندیم تا با شوهرم بریم طبقه بالا و شیشه بکشیم که بوی شیشه اذیتش نکنه. دخترم بعد از کلی شیرین زبونی خوابید. من و همسرم رفتیم طبقه بالا، شروع کردیم به کشیدن. بعد از یه مدت بوی کله پاچه به مشامم خورد. به همسرم گفتم تو هم حس میکنی؟ گفت آره، منم خیلی دلم کله پاچه میخواد. گفتم بریم پایین بپزیم. رفتیم پایین و کله پاچه رو گذاشتیم بپزه. بعد از پختن نشستیم که بخوریمش. وسط خوردنش بود که دیدم داریم سر دخترمون رو میخوریم. من تازه خوب به خودم اومده بودم. تازه داشت یادم میومد که چی کار کردیم. یادم اومد که با همسرم اومدیم. دخترم که خواب بود و از تو تختش برداشتیم. در حالی که داشت بابا مامان میگفت سرشو بریدیم. موهای بلندشو تراشیده بودیم. انداخته بودیم تو قابلمه تا بپزه. وقتی به خودم اومدم دیدم بدن بدون سر دخترم تو آشپزخونه افتاده و همه جای خونه پر از خون شده. از شدت شوکی که بهم وارد شد فقط جیغ بود که میزدم. تازه همسرم به خودش اومده بود. اونم فقط خودشو میزد و جیغ میزد. نمیتونستیم کاری کنیم. کاری از دستمون بر نمی اومد. پاره تنمون رو با دستای خودمون کشته بودیم. بدتر از اون همه خورده بودیمش. همسرم به جنون وحشتناکی مبتلا شده بود. منتقلش کردن تیمارستان. منم برای خودم اشد مجازات رو میخوام. فقط نمیخوام که دیگه زنده بمونم و نفس بکشم. در حال حاضر زن همسایه در زندان و همسرش هم در تیمارستان قرار داره. این یه داستان واقعی بود که برای یکی از شهرهای کشورمون اتفاق افتاد. ممنون میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید.